این همه تمرین انجام دادم، این همه رو خودم کار کردم، چرا جواب نمیگیرم؟ اصلا درست نیست. درسته و شاید باور نکنین بسیار عادلانه است. هر چیزی رو که میخوای همون رو تحویل میدی. سلام عرض ادب، چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خوش اومدین. امروز میخوایم چند تا سوالی که ذهن منو درگیر کرده رو یکیشو بهش بپردازیم که اکثر آدما وقتی چیزی رو میخوان، اکثرا مثلا میگم من پول میخوام ولی نمیتونم جذبش کنم، یا ثروت میخوام ولی نمیتونم جذبش کنم. چرا اینجوریه؟ یا مثلا چرا من هر چقدر به چیزای خوب فکر میکنم با جملات خوب، تمرینهای بسیار، یا جذب نمیشه؟ چرا جذب نمیشه به نظر تو؟ وقتی من میخوام مثلا یک چیزی رو جذب کنم، مثلا میخوام بگم که من دوست دارم ماشین رویاهای خودم رو بخرم، اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که وا چقدر خوب میشد اگر میشد که این برای من میشد. این میشده، این اگره چقدر خوب میشده، میاد یه سری پل‌های ایجاد میکنه که این پل‌ها از نداشتنه میاد. الان من ندارم، پس چقدر خوب میشه اگه داشته باشمش، و این میمونه و تو میگی اگر نداشته باشمش این هستش و جهان همین رو بهت میده. حس این که اگر نداشته باشیش چیه؟ وقتی من میخوام یک چیزی رو جذب کنم، وقتی من میخوام یک سری چیزهایی رو زندگی کنم، مثل حس خوب، مثل داشتن آرامش، مثل داشتن اون BMW، مثل داشتن اون بنز، یا مثل داشتن خونه های رویایی، بچه چه حسی داره؟ وقتی من صاحب چیزی هستم که میخوامش، وقتی من به یک نوری تبدیل شدم که اون نوره آرزوش مثلا داشتن حس خوبه، داشتن آرامشه در بنز، خب که اون نوره بنز داره. اینجا یه تقلب کوچولو هم دادم، داشتن حس خوب در اون بنز. خب وقتی من یک صلحی رو در درونم میخوام، وقتی یک چیزی آتش داره در من وجودش که من میخوام این برای من باشه، خب این یک آتشه که من میخوامش و از نبود اون نگاه میکنم. این مطلب میتونه در مورد هر چیزی صدق کنه ها، فقط در مورد داشتن ماشین خونه نیست، در مورد هر چیزیه، در مورد داشتن هر چیزیه. وقتی من یک چیزی رو میخوام و تجسم میکنم که اگر من دارای اون چیز الان اینجا بود چی کار میکرد؟ چه حسی داشت؟ چه جوری رفتار میکرد؟ چه جوری حرف میزد؟ یه لحظه بیاین تصور کنیم من دارای یک جهان پر از نور و صلح هستم. همه چی سر جاشه، هر کس به هر چیزی که میخواد همون لحظه میرسه. آدما چه حسی دارن؟ آدما از نداشتن چیز میرن جلو و نداشتن اون چیز رو جذب میکنن و جهان هی میگه که خب تو اینو به من دادی و من این رو بهت میدم. هر چیزی که سفارش دادی همون رو دریافت میکنی. وقتی من میام تجسم میکنم که من درون یک آرزویی که دارم هستم، من نور چجوری رفتار میکنه؟ حسش چجوریه؟ خب طبیعتاً میام نگاه میکنم میبینم آرومتره، میام نگاه میکنم میبینم عزت نفسش بیشتره، میام نگاه میکنم میبینم وقتی حرف میزنه آرومتر حرف میزنه و به حرف خودش احترام قائله. میام نگاه میکنم میبینم مدیتیشنشو هر روز میکنه، میام نگاه میکنم میبینم که ورزششو میکنه، بعد کتابشو میخونه، بعد تمام چیزهایی که ما هی میخوایم شروع کنیم ولی شروع نمی کنیم. چرا؟ چون میگیم اون که رسید، اونجوری که شدم شروع میکنم. توی کلاس های بازاریابی میان میگن تو پول میخوای، ما یه اتاق پر از پول به تو میدیم ولی تو نمیتونی خرجش میکنی. اون برای توه ها، کلید اتاق برای توه، تمام پول ها برای توه، برو بشمر هر چقدر خواستی ولی نمیتونی خرجش کنی. شما میخواینش؟ میگه پول هنگفتی داشته باشیم ولی نتونی خرجش کنی. میخواینش؟ به دردتون میخوره اصلا؟ نه. ما اون پوله رو برای چی میخوایم؟ برای این میخوایم که بریم یه چیزی بخریم. حالا اون چیزی که میخوایم بخرینو من بیارم یه اتاق پر از اون چیز بهتون بدم، خب
بعد بگم که برای تو ولی نمیتونی استفادهش کنی. میخواینش؟ من که نمیخوام. بعد اینکه وقتی میایم نگاه میکنیم به درون این مسائل که من واقعا چی میخوام، من اون حسه رو میخوام که وقتی اون پول رو خرج میکنم اون چیزه رو میخرم دارم. من اون چیزه رو نمیخوام، من اون پول رو نمیخوام، من اون حسه رو میخوام. وقتی میایم تمرین میکنیم میبینیم که اون نوره وقتی اونجوری حالش چیه، اون حاله رو نگه دار، اون حسه رو نگه دار، درون خودت نگهش دار و دیگه کاری نداشته باش. دیگه کاری نداشته باش که اونو داری یا نداری. زندگی کن، از همین الان زندگی کن. کائنات نمیاد نگاه کنه به این که تو چی میخوای. میاد نگاه میکنه میبینه تو توی یک قابلمه‌ای عدس ریختی، هویج ریختی با مثلا برنج. خب نمیاد به تو چلو چنجه تحویل بده، نمیاد به تو بیف استراناکوف تحویل بده. یه عدس پلویی، هویج پلویی چیزی میگیری. خب پس چیزی که درون قابلمه کائنات میریزی اونو تحویل میگیری. خب چی میریزی تو قابلمت؟ چی میخوای تحویل بگیری از اون قابلمه‌ای که مواد اولیه‌اش رو خودت دادی؟ حالا چجوری من بیام ذهنم رو کنترل کنم و حس کنم که دارمش، وقتی ندارمش از کمبود نگاهش میکنم؟ چجوری بیام یه جوری مثلا این رو تربیت کنم و برسم بهش؟ راه حلشم بگو. خب بچه‌ها، وقتی من میام تجسم میکنم، وقتی من میام نگاه میکنم که نور 30 ساله 50 ساله کجاست، نور 50 ساله 30 ساله 60 ساله کجاست، 100% جایی که الان آرزوشو داره برسه. بیشتر اوقات حتی جاییه که نمیدونم کجاست، توی تاریکیه یا توی نوره. امیدوارم که در نور باشه و مطمئنم که در نوره. و وقتی میایم نگاه میکنیم به اون حالت، چه حسی داری؟ اصلا نگاه کردی تا حالا؟ نگاه کردی ببینی من، این جسم، این روح در 50 سالگی، در 30 سالگی، در 60 سالگی کجام؟ تو 30 ساله، تو 50 ساله کجاست؟ یه لحظه تجسم کن. یه جای خوبه دیگه، احتمالاً یه جایی که حسش خوبه، یه جوری مثلا یه چیزهایی الان میخوای رو به دست آورده، روتین خاصی داره، یه سری کارهایی رو انجام میده، یک سری تمرینهایی رو انجام میده، یک سری موفقیتهایی رو داره. کسی که اینا رو داره چه حسی داره به نظرت؟ من همین الانشم کلی شوق وارد ذهنم و جسمم شد، کلی شعف دارم بابت اینکه اون نور اونجاست و اونها رو داره و اون ترتیب رو داره و اون تربیت رو داده به خودش و تمرین‌هاش رو انجام میده بیشتر از اینی که الان هست و زودتر، خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنه به اینا رسیده، به هر چیزی که میخواد. این حسه رو بگیر، ولش نکن، همه اونا رو بنداز دور. همه اونایی که من در 30 سالگی کجام چی کار میکنم بنداز دور، کاری نداشته باش. حسه رو بگیر، زندگی کن. مگه تو اون حسه رو نمیخوای؟ مگه نمیخوای خوشحال باشی؟ مگه نمیخوای ذهنت آسوده باشه؟ مگه نمیخوای موفق باشی؟ از همین الان موفق باش. از همین الان تجسمت رو بکن، حسه رو نگه دار، بقیه‌شو بنداز دور. با بقیه‌اش چی کار داری؟ تو حس خوب میخوای دیگه. من وقتی مثلا میام میگم به یک زرافه قهوه‌ای و صورتی فکر نکن، به یه زرافه قهوه‌ای و صورتی فکر نکن. فکر کردی؟ خب از ذهنت گذشت. وقتی میگم یک کاری رو نکن یا بکن، کائنات، جهان، مغز، ذهن با نکن یا بکنش کاری نداره. وقتی من میگم شروع به تجسم میکنه. همون لحظه‌ای که من جمله رو میگم تا به فعل برسم تجسمش کرده رفته، کاری نداره که فعل چیه. پس وقتی ما میایم میگیم این همه تمرین انجام دادم، این همه رو خودم کار کردم، چرا جواب نمیگیرم؟ اصلا درست نیست. درسته و شاید باور نکنین بسیار عادلانه است. هر چیزی رو که میخوای همونو تحویل میگیری. هر چیزی رو که ذهنت داره میگه همونو تحویل میگیری.
پس امیدوارم که تربیت درست ذهنت رو بتونیم انجام بدیم. و مسئله اصلی اینجا هستش که من باید بتونم اینها رو انجام بدم و تونستنش چون خیلی راحته قبول نمی‌کنی، موکول می‌کنی به آینده، میگی چیه مگه حالا امتحان می‌کنیم. همون امتحان نکردنه باعث میشه که همه این اتفاقاتی که بیاد و هیچ وقت ما با خشم، با بدی، با تاریکی نمیتونیم نور رو متولد کنیم، نمیتونیم جهان رو پر از نور کنیم. با بدی به وجود میاد و با خوبی به وجود میاد. در نتیجه امیدوارم که یک سوالهایی درون ذهنت به وجود اومده باشه، چون ذهن خودم الان کلی سوال داره توش و میخواد جوابشو بده بهتون، ولی امیدوارم که اینا به دردتون بخوره. امیدوارم که یک سری یادآوری هایی براتون داشته باشه و یک کمک کوچولویی امیدوارم تونسته باشم بهتون بکنم. حتما بنویسین اگر سوالی دارین، چون خیلی مشتاقم که سوال و جواب باشه، مراوده داشته باشیم بینمون. عاشقتونم، میبینمتون. خداحافظ. You say you need your space, then pull me close. I read your silence.